بعضی میگن رقص علتش چیه؟ سما از کجا شروع میشه؟ سما از دیدار شروع میشه. آدم چشش میفته که تجلی باعث رقص میشه. رقصی که انسان چشش میفته و از شادی در پوست نمیگنجه و میخواد گسترش بده وجود خودش رو، دستفشانی میکنه و فضای بیشتر میخواد. یه وقت هم اینقدر فضای بیشتر میخواد که میره اصلا، یعنی دیگه جا نمیگیره اصلا. یه وقت دوری میزنه به اون اندازه بیشتر شاد نیست. ما نمیتونیم شادی رو تحمل کنیم اصلا. اینقدر خدا رحم کرده که نمیدن اون خبر رو. اگه اون خبر شادی آفرین رو به ما بدن، یه نفر نمیمونه روی زمین. قرار شده که ما اینجا بمونه. اگه بدونید که پشت پرده این رنج ها و مهنت ها چه برکاتی هست و شما کجا قراره برین، طرفت و عینی روحشون در بدن نمیمونه اصلا. پرواز میکردن میرفت.